سکوت در رابطه نشانه بیمهری نیست. وقتی طرف مقابلت سکوت میکنه یا فاصله میگیره، گاهی وقتا ممکنه این تو ذهنت بیاد که شاید دیگه دوستم نداره، شاید دلش با من نیست یا حتما چیزی شده. اما یادمون باشه که متاسفانه ما آدم ها یاد نگرفتیم چطور احساساتمون رو نشون بدیم، ابراز کنیم یا در موردش حرف بزنیم، خصوصا در عصر حاضر. قبل از اینکه بخوای طرف مقابلت رو قضاوت کنی یا حتی خودت رو قضاوت کنی که من شاید، بهتره یک سوال بپرسی، یک فرصت خلق کنی. حالت چطوره؟ چیزی هست بخوای در موردش با من صحبت کنی؟ کمکی از دست من برمیاد؟ همین یه جمله میتونه راه گفتگو رو باز بکنه بین شما دو نفر. در واقع حتی موانع روانی ناپیدا رو هم همین یه جمله میتونه کاملا خنثی کنه. گاهی پشت سکوت ما تو رابطه خستگیه و گاهی بیمهری. ما نمیتونیم تشخیص بدیم و نیاز داریم تا این فرصت رو برای خودمون فراهم کنیم.